بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شاگردای سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین، هر جا که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین و مطمئن هستم که طبق یک برنامه مشخص شما درسایتان تکرار میکنین. قسمی که از ارزیابی های روزانه از کارهای خانگیتون معلوم میشه زحمت میکشین. کسایی که زحمت میکشن افتخار ما هستن، افتخار خود هستن، افتخار خانواده هستن. برشون ما همیشه دعای خیر میکنیم و آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. شاگردای عزیز، در درس گذشته بحث ما شما روی موضوعی به نام چی جریان داشت؟ موضوعی به نام مراحل متالورژی یک مرحله‌اش رو بر شما معرفی کردیم که شامل تهیه نمودن سنگ معدنی یا تهیه کردن سنگ معدنی بود. امروز شاگردای عزیز دومین مرحله علم متالورژی را به یاری خداوند پاک بر شما معرفی میکنیم که عبارت از تهیه نمودن فلزات هست. یکی فلزات چطور ما میتونیم که تهیه کنیم و چطور میتونیم که به دست بیاریم، اینا از جمله بحث است که امروز میخوایم ان شاء الله تعالی بر شما این موضوع رو معرفی کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. برام شاگردای عزیز، مرحله دوم در علم متالورژی تهیه نمودن فلز هسته. بنان عنوان نوشته میکنیم موضوع به نام تهیه نمودن فلز. درسته یا نه؟ تهیه نمودن فلز. چطور میتونیم که فلزات را تهیه کنیم؟ خب حالا سنگ از این پاک شد دیگه. صحیح شد. در روش اول از ناخالصی ها، از منرال ها، از مواد اجنبی ما را پاک کردیم. حالا دیگه چطور میتونیم که سنگای از را پس دوباره به فلز تبدیل کنیم؟ تهیه نمودن فلز. خب دقت کنید شاگردای نازنین، من قبل از هر چیز باید یادآور شوم که فلزات همیشه در مرکبات وجود داره نمبر اکسیدیشن مثبت داره. به خاطر نمبر اکسیدیشن مثبت داره که اینا الکترون دهنده ها هستن. اینا شاگردای عزیز، وقتی که فلزات را سنگ معدنی زیرا به دست میارن، اول کوشش میکنن که از اون سنگ معدنی را که به دست میارن، صحیح شد، سنگ معدنی را که به دست میارن کوشش میکنن که از اون سنگ معدنی چیکار کنن؟ اکساید زور بیرون بکشن. و بعد از که اکساید زیر از سنگ معدنی به دست آورد، در مرحله بعدی باز امی اکساید فلز که به دست آورده، اکساید فلز که به دست آورده، او رو چه کار میکنن؟ او رو ارجاع میکنن. چه کار میکنن شاگرد عزیز؟ ارجاع. بعد از ارجاع باز این سنگ تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به فلز میشه. بنان به این ترتیب شاگردای نازنین این زمان بر هست و این پروسه ها نیاز است که باید انجام شود. مثلا شما بخواین کلسیم را به دست بیارین، سنگ ازی که است چی است؟ کدام مرکب است؟ کلسیم کاربونیت است. اولی را حرارت میتن تبدیل میکنن به کلسیم اکساید جمع کربن دای اکساید. بعد از باز میاین اینی اکساید زیرا که بالات کلسیم اکساید هست این را ارجاع میکنن. کلسیم بالات مثبت 2 که ارجاع شد باز تبدیل میشه به کلسیم صفری و کلسیم خالص را میتونن که از پیششان به دست بیارن. خب حالا شاگردای عزیز، بنان در تهیه نمودن فلز مهمترین چیز است که ما اول اکساید ها رو به دست بیاریم و ارجاع اکساید صورت بگیره که ارجاع اکساید ها هم به دو طریقه صورت میگیره. ببینید شاگردای نازنین، ارجاع اکساید ها هم به دو طریقه صورت میگیره. خود ارجاع اکساید که ما گفتیم ای باز به چند طریقه است؟ به دو طریقه است. روش اول شاگردای عزیز، اولین گپی است که ارجاع اکساید فلزات به طریق کیمیایی است. ارجاع فلز به طریق کیمیایی، ارجاع فلز یا ببخشید ارجاع اکسایدایشان دیگه خودشان خونه. ارجاع اکساید فلز به طریقای چی است؟ به طریق کیمیایی است. ارجاع اکساید فلز به طریقه چی است؟ به طریقه کیمیایی. ارجاع اکساید فلز به طریقه کیمیایی میشه. خب دومش باز الکترولیز هست که اول ما این نکته را اینجا خدمت شما عرض کنم، بعد از باز میریم بخیر گپ از الکترولیز شروع میکنیم.
ببینید شاگرد در این مسئله یا در این حالت که نامش ماندن ارجاع اکساید فلز به طریقه کیمیایی چه کار میکنه شاگردای نازنین؟ اکثرت فلزات اینجا روبرو میشن که یک فلز الکتروپوزیتیو قوی است، یک فلز دیگه الکتروپوزیتیو ضعیف است. اکسایدهای الکتروپوزیتیو او اکسایدهای عناصر اینجا در نظر میگیرن که الکتروپوزیتیویتی ضعیف باشه. اکسایدهای کدام عناصر میارن؟ اکسایدهای عناصری که الکتروپوزیتیو ضعیف داره. اکسایدهای عناصری که چی هستن؟ در ترکیب خود در واقعیت از لحاظ کیمیایی اکسایدهای عناصری که دارای الکتروپوزیتیو چی است؟ دارای الکتروپوزیتیو ضعیف است. دارای الکتروپوزیتیو چی می باشن؟ دارای الکتروپوزیتیو ضعیف هستن. این اکسایدها رو میارن توسط چی ارجاع میکنن؟ توسط فلزاتی که الکتروپوزیتیو قوی داره. توسط فلزی که اونا باز چطور هستن؟ الکتروپوزیتیو چی هستن؟ الکتروپوزیتیو قوی می باشن. الکتروپوزیتیو چی داره؟ الکتروپوزیتیو قوی داره. خب ببین شاگرد بنان در این طریقه در واقع در طریقه ارجاع اکساید فلز به طریقه کیمی چیکار میکنن؟ اکسایدهای عناصری که الکتروپوزیتیوش ضعیف است اونا رو میارن توسط خود فلزات فعال یا توسط فلزاتی که الکتروپوزیتیوش قوی تر است توسط از ارجاع میسازن. مثلا یک نمونه مثال خدمت شما اینجا عرض کنم چندان تعامله. ببین شاگرد عزیز در مثال اول فرضاً ما یک اکساید یک مرکب میاره به نام V2O5 دای ونادیم پنتا اکساید. میخوایم که ونادیم را به دست بیاریم. درست است؟ ونادیم را به دست بیاریم. خب چطور بدون ونادیم از اکساید ازی چیکار کنیم؟ فعلا ما در واقع بتونم جدا بسازم. ببینید شاگرد عزیز ونادیم یک عنصر الکتروپوزیتیو ضعیف است. میاریم اینو چیکار میکنیم؟ با یک عنصر تعامل میتیم که او الکتروپوزیتیوش نسبت به ونادیم که چی باشه؟ قوی تر باشه. مثلا میاریم با چی؟ با کلسیم. اینا وقت کلسیمی که اینجا آوردیم در واقع این در مقابل کی قرار میگیره؟ در مقابل ونادیم. اینا چون پوزیتیویتی کلسیم نسبت به ونادیم که چطور است؟ قوی تر است. بنان اینجا اکسیژن میای با کلسیم تعامل میکنه، ونادیم بالات خنثی آزاد میشه. بنان میشه مرکب کلسیم اکساید ساخته میشه. جمع کدام عنصر؟ ونادیم پس دوباره آزاد میشه که شما گره توزیع نمیکنین 5 تا کلسیم اینجا باید بانین و به می ترتیب 2 تا ونادیم 2 اتم ونادیم اینجاست و تعداد اکسیژن هم که 5 دیگه اینجا بانین برابر می این قسمت یک عنصر 5 باشه. خب به این ترتیب شاگرد عزیز شما دیدین که چگونه تونست که ونادیم را توسط کلسیم ارجاع بسازن و ونادیم را تونست که به دست بیاره. همین ترتیب می مثلا سر مثالای دیگر شما توجه داشته باشین. فرضاً داشته باشین که کلراید تیتانیم مثلا ما داشته باشیم TiCl4 باشه. اینه میخوایم که تیتانیم از پیش از این بدیس بیاریم. چطور کلورین از این ما جدا بسازم و نمبر اکسیدیشن از این شما اگه فعلا تعیین کنین مثلا مثبت هست. اینه میاره با یک فلزی که از خود از این که پوزیتیویتیش قوی تر باشه. مثلا با چی تعامل میتن؟ میارن مثلا با عنصر مگنیزیم چی میکنه؟ با مگنیزیم تعامل میتن. مگنیزیم پوزیتیویتیش بالاست قوی تر هست و عنصر تیتانیم پوزیتیویتیش کم هست، یک عنصر ضعیف است. بران مگنیزیم میاد اینجا در واقع ایره چی میکنه؟ تعویض میکنه. محصول تعاملش چی میشه؟ عنصر تیتانیم ارجاع میشه به عنصر تیتانیم خنثی تبدیل میشه. مگنیزیم با کلورین داخل تعامل کیمیایی میشه. کدام عنصر ساخته میشه؟ عنصر به نام مگنیزیم کلراید ساخته میشه. مرکب به نام مگنیزیم کلراید. به ترتیب میتونن که کدام مرکب به دست بیارن؟ کدام عنصر ببخشین؟ تیتانیم میتونن که به دست بیارن. یا مثلا کروم اکساید مثلا میتونن که چطور به دست بیارن؟ شما این مثال دیگر رو دقت کنین. اکساید کروم چند تا هست؟ فرضاً این اکساید زیر ما در نظر میگیریم. نمبر اکسیدیشن از که تعیین کنیم. اکسیژن -2 هست، -2 میشه -6. اینجا کروم -6. اینو بخوایم کروم از اکسایدش جدا کنیم. صحیح است؟ یک عنصری باید باشه که پوزیتیویتیش از کروم کده زیادتر باشه. کدام عنصر زیادتر استفاده میکنه؟ عنصر آلومینیم. اینا آلومینیم چی میکنه شاگرد عزیز؟ آلومینیم می در واقع با اکسیژن از داخل تعامل کیمیایی میشه آلومینیم اکساید. جمع کدام عنصر ساخته میشه؟ عنصر کروم آزاد میشه. شما ببینید کروم فعلا در این قسمت در حالت چی قرار داره؟ در حالت عنصری قرار داره. یعنی خنثی شده.
بنان چارجش اینجا چی است؟ صفر است. توسط کی این گپ امکان پذیر شد؟ توسط المونیم. از حالت مثبت 3 آمد چی شد شاگرد عزیز؟ به حالت صفر. یعنی در واقع خود عنصر کروم فعلا در این تعامل چی شده؟ ارجاع شده. ارجاع شد. توسط کی ارجاع شد؟ توسط فلز ارجاع شده. اینجا نوشته میکنم توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط المونیم ارجاع شد. المونیم یک الکتروپوزیتیو قوی تر بود، آمد کروم را تعویض کرد و به ترتیب کروم خالص را ما توانستیم که به دست بیاریم. این شاگردای عزیز تعاملات را که من اینجا کار کردم، عناصر قوی تر میرن عناصر ضعیف تعویض میکنن یا ارجاع میکنن، در واقع برای مرکبات صدق میکنن که در ترکیب مرکبات عناصر الکتروپوزیتیو ضعیف تر باشه و توسط الکتروپوزیتیو های قوی تعویض میشه. اما سوال اینجاست، ببینین شاگردای نازنین، اگر یک زمانی مثلا الکتروپوزیتیو ها قوی باشه، فرض مثال از ما شما بخواین که اکساید های مثل عناصر سدیم، فرض مثال خود سدیم شما در نظر بگیرید، خود مثلا مگنیزیم در نظر بگیرید، خود مثلا همین المونیم در، اینا پوزیتیویتیش بالاست. خیلی اینا رو چطور میتونیم که اکسایدش رو ارجاع کنیم؟ اینا خو از وقت فعالتر شاید دیگه نباشه که توسط زیر ارجاع کنه. بنان عناصری که پوزیتیویتیش بالا هست توسط روش اول دیگه ارجاع نمیشن. بنان اینا را چه کار کنیم؟ از کدام طریقه میتونیم ارجاع بسازیم؟ روش دوم است در تحلیل نمودن فلز که با نام روش چی یاد میشه؟ روش الکترولیز. خب الکترولیزی که خوشبختانه شما در درس‌های قبلی خواندین و کلتون میفهمین. این چی کار میکنن شاگردای عزیز؟ الکترولیز اکسایدهای عناصر را یا به طریقه عناصر را میتونن به دست بیارن که الکتروپوزیتیویتیش قوی باشه، یا ارجاع عناصر صورت میگیره که الکتروپوزیتیویتیش بالا باشه. ضعیف بود، خود دو طریقه اول امکان پذیر بود. اینجا فقط این طریقه الکترولیز برای کدام مرکبات یا عناصر استفاده میشه؟ برای عناصری که الکتروپوزیتیویتیش چی باشه؟ بیشتر باشه. مثلا چه کار میکنن شما؟ الکترولیز را از درس‌های قبلی میفهمین که ما یک ظرف داریم به ترتیب نه که به نام ظرف الکترولیز یاد میشه. داخل از این میله های برقی الکترودها را پایین میکنن که الکترودها چطور است؟ الکترودها یکشان مثبت چارج داره، یک دیگه هم منفی چارج داره. صحیح است؟ یعنی یک داره چارج مثبت هست و یک دیگه هم داره چارج منفی میشه. خب اینال اینجا چی گپ میشه؟ شما دقت کنین، من مثلا چارج های زرم نوشته کنم. اینجا فکر کنید چارجش مثبت باشه، مثبت باشه. اینجا چارج چی باشه؟ منفی باشه. چارج های چی دارن؟ چارج های منفی دارن. خب این چطور میتونن به دست بیارن؟ اکسایدهای فلزات عناصر قوی مانند سدیم، مثلا یک زمان شما داشته باشین مرکب مگنیزیم، چرا مگنیزیم اکساید، این را ذوب میکنن. بعد از باز مگنیزیم که خودش مثبت هست، این میره در قطب کاتود رسوب میکنن و اکسیژن که منفی است میره در قطب چی؟ در قطب انود. یک طرف مثلا اکسیژن به دست میاد، یک طرف دیگه هم کلورین. یا مثلا ساده ترش همین مرکب سدیم کلراید که شما مثلا در درس‌های قبلی خواندین، صحیح شده. مرکب سدیم کلراید بخواید ارجاع کنین، بهترین روش الکترولیز است. توسط کدام فلز دیگه شاید ارجاع نشه که سدیمایش مثلا سدیم چارج مثبت داشت، کلور منفی، کلور منفیش میایه در کجا ارجاع میشه؟ کلور اکسیدیشن میشه، میان در قطب کلور، میان در قطب انود و به این ترتیب سدیم میان در قطب کاتود ارجاع میکنن. این باز یعنی روش الکترولیز صرف به خاطر عناصر استفاده میشه که الکتروپوزیتیویتیش چی باشه؟ الکتروپوزیتیویتیش بالا باشه. اما عناصری که الکتروپوزیتیویتیش با ضعیف باشه، یعنی ارجاع از توسط روش کیمیایی امکان پذیر هست. خب شاگردای عزیز، به ترتیب کم کم به ختم درس امروز میرسیم. امیدوارم که درس بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشه و یک کار خانگی من باید نوشته کنم که شما این تعاملات شاگردای عزیز من حیث کار خانگیتان انجام بدین. اولی که مثلا ما داشته باشم مرکب پتاسیم کلراید را، پیشنهاد شما چیست؟ ارجاعش از کدام طریقه صورت بگیره؟ ارجاعش از کدام طریقه صورت بگیره؟ از روش طریقه کیمیایی یا طریقه الکترولیز؟ یک سوال. سوال دوم، یک مرکب دیگر رو نوشته میکنم، مثلا به نام اکساید منگان شما در نظر بگیرین، MnH ای اکسایدش در نظر بگیرین. ایره ارجاع از کدام روش شما پیشنهاد میکنه؟ کدام طریقه ارجاعش خوب است؟ کدامش از روش اول ارجاع شوه از طریقه ارجاع توسط طریقه کیمیایی، کدامش توسط الکترولیز ارجاع شوه؟ این کار خانگی است که تا سال بعدی حتما ان شاء الله حل کنین. خب
بحث ما شما امروز شاگردای عزیز روی تهیه نمودن فلز بود. گفتیم مال سنگ‌های معدنی اکسایدهاشون به دست میارن، بعضی فلز اکسایدهاشون ارجاع میسازه. ارجاع فلز یک با طریقه کیمیایی هست، دیگه هم طریقه الکترولیز هست که شما اینجا دیدین. طریقه کیمیایی اکثریت اکسایدهای عناصری که الکتروپوزیتیویتیش ضعیف است توسط عناصری که الکتروپوزیتیویتیش بالا هست ارجاع میکنن و عناصری که باز در کل الکتروپوزیتیویتی بالا دارن اینا رو باز توسط چی ارجاع میکنن؟ توسط طریقه الکترولیز. با این ترتیب شاگردای عزیز به ختم درس امروز میرسیم. اگر سوال چیزی نداشته باشین تا درس آینده شما رو به خداوند پاک میسپارم. موفق باشید. خداوند یار و نگهدار شما. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.